بخش پایانی رو بهتون میگم. فقط مهر بورزید که از سر مهر پاسخ منو بدید. فردوسی میگه هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. با شما هاست میگه کسایی که خرد دارید، هوش دارید، وجدان دارید، وقتی که من مردم پس از مرگ بر من آفرین بگید. اگر مهر بورزید رو به فردوسی یا آفرین فردوسی بهش بگید. آفرین. بله اونا کوتاهی نکنید. بزرگترین سرنده جهان اینجا دفنه. اگر مهر بورزید یا آفرین فردوسی بهش بگید. آفرین. صد آفرین. شوربختانه بیشتر مردم گمان میکنن که آفرین یعنی احسنت و مرحبا. نه، این گونه نیست. آفرین، آفریدگار، آفرینش، آفریدن هم از یک ریشه است. هنگامی که شما بهش گفتید آفرین یعنی بهش گفتیم مهرت فزون باد. آفریدگار هم از مهرش است که ما را آفریده. کل شاهنامه نبرد بین خوبی و بدیه، بین خیر و شر، بین روشنایی و تاریکی. این نبردیه که هر روز و هر ثانیه در بدن ما داره اتفاق میفته. آیا به همسرت مهر ورزیدی؟ آیا احترام پدر مادرتو نگه داشتی؟ آیا ستمگری کردی؟ ما باید برنده این نبرد سرنوشت ساز بشیم. مثلث‌های رو به بالا میشه روشنایی و مثلث‌های رو به پایین میشه تاریکی. این نبرد سرنوشت ساز اونجا داره اتفاق میفته. اگر کاشی‌های بالا رو نگاه کنید، دایره‌ها خورشید نماد روشنایی و هلال ماه نماد تاریکی. این نبرد سرنوشت ساز هم اونجا داره اتفاق میفته. در فرهنگ ایرانی هدف از آفرینش انسان‌ها در روی زمین این هست که برنده این نبرد سرنوشت ساز بشن. باید تلاش کنید که برنده این نبرد بشید. شوربختانه بیشتر مردم گمان میکنن که شاهنامه زایده ذهن فردوسیه. نه، این گونه نیست. ما یک کتاب تاریخ داشتیم به نام شاهنامه ابومنصوری که هنر فردوسی در این بود که این کتاب تاریخ رو تبدیل به شعر کنه. پس بنابراین تمام داستان‌های شاهنامه بر اساس تاریخ و واقعیت هست. کسانی که میگن شاهنامه دروغ و افسانه است، شوربختانه آگاهی درستی از تاریخ و فرهنگ به ویژه شاهنامه فردوسی ندارند. برای شما پرسش به میان میاد اگر تاریخه پس داستان سیمرغ چیه؟ مگه میشه یک پسر پیش یک پرنده عجیب زندگی کنه؟ پس داستان مارهای روی دوش ضحاک چیه؟ مگه میشه از رو دوش یک انسان مار بیرون بیاد؟ دوستان مهر بورزن بیان این بخش تا براشون رمزگشایی کنم.